الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. الحديث أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ماه مبارک رمضان یکی از دروسی که در این ماه نهفته هست اینه که ما باید اوصاف اهل جنت بیایه در زندگی ما مزین بشیم به اوصاف اهل جنت. اهل جنت کیست؟ خب تو کسی که روزه داری، تو کسی که تلاوت داری، تو کسی که به فرمان الله روزه گرفتی، به فرمان الله افطار میکنید و او جنت برای تو آماده شده. وقتی الله سبحانه و تعالی درباره هدف روزه بیان میکنه میگه لعلکم تتقون، تا شما متقی شوید. وقتی متقی شدید الله سبحانه و تعالی میفرماید مثل الجنة التي وعد المتقون، این جنت وعده داده شده برای متقین. برای تو کسی که روزه داری، برای تو کسی که قیام شب داری، نماز شب داری، برای تو کسی که فرمان الله را به جا می کنید. حالا وقتی میگیم در ماه مبارک رمضان فتحت ابواب الجنه، دروازه های جنت باز هست. این جنت کجاست؟ چیست؟ چگونه هست؟ آیا لحظه فکر کردیم که الله سبحانه و تعالی این جنت را برای اهل ایمان و برای مؤمنین این را قرار داده؟ این چگونه جایی هست؟ آیا این لذت‌های 4 روزه دنیا ارزش این را داره که ما را از این جنت محروم بسازه؟ هرگز. آیا این دنیای فریبنده‌ای که الله سبحانه و تعالی می فرماید وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، آیا این دنیای فریبنده ارزش این را داره که ما از این جنت محروم بشیم؟ هرگز. کسانی که دل به دنیا بسته کردن، هم و غمشان دنیا شده، مشکلشان اینجاست که جنت را ندانستن. مشکلشان اینجاست، احساس میکنن لذت همین لذت دنیاست، احساس میکنن زندگی همین زندگی دنیاست. پس این جنتی که الله میگه فتحت ابواب الجنه، دروازه های این جنت باز شده، دروازه های این بهشت باز هست در این رمضان، در این فصل ماه مبارک رمضان. این چگونه هست؟ باید بیشتر بدانیم. ماه مبارک رمضان ماهیه که دروازه های خیر و خوبی را باز کرده، که بزرگترین خیر و خوبی و فضل الله سبحانه و تعالی جنت هست. جنت چگونه هست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند پیرامون وصف جنت، پیرامون اوصاف جنت، بهشت چنین جایگاهی هست. در دنیا وقتی از طلا بحث میشه، طلا به مثقال
به گرام، انتهایی که خیلی سرمایه دار باشه، سرمایه از حد گذاشته باشه، از کیلو بحث میکنه. و خیلی که بالاتر بریم شاید از من بگه. اما تا به حال نشنیدیم که از خروار و از اینها بحث شده باشه که فلانی خروارها طلا داره و نقره داره، یا فلانی خانه خود را، در و پنجره خانه خود را از طلا ساخته. حاشیه اندکی قلیلی از گوشه و کنار شنیدیم، اما این که یک خانه را کامل از طلا و نقره ساخته باشه در دنیا سراغ نداریم. جنت، بهشت پروردگار عالم، بهشتی که برای تو مؤمن، برای تو خواهر و برادر آماده شده و هر روز خود را آرایش میکنه. هر روز جنت خود را آرایش میکنه برای تو، برای تو کسی که روزه داری، برای تو کسی که شب زنده داری، تلاوت قرآن، دعا و نیایش داری. جنت، بهشت. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند جنت خشتی از طلا هست و خشتی از نقره هست. جنت ملاتی که در وسط این خشتهای طلا و نقره کار شده و او طلا چگونه طلایی هست و او نقره چگونه نقره هست، او را ذات اقدس الهی میدانه. هیچ چشمی ندیده و هیچ دست لمس نکرده و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از طریق وحی و این که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودن، رسول الله سبحانه و تعالی هستن، الله سبحانه و تعالی بعضی از اماکن جنت را به حبیب خود نشان داده و ماتباقی را به ذریعه وحی به رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرده و این مسائل غیبی هست که یؤمنون بالغیب. یکی از صفات مؤمنین اینه که به غیب ایمان دارن. او چگونه طلایی است، چگونه نقره است. ملاتی که در بین این خشت طلا و نقره کار شده، او ملات چیست؟ ملات دنیا کو خاک، ریگ، سمنت. او ملات مسک. الله اکبر. خاک جنت و بهشت چیه؟ زعفرانه. الله اکبر. ریگ هایی که در بهشت ریختانده هست، ریگ جنت، بهشت، لؤلؤ، یاقوت، این وصف جنت هست. خشتی از طلا، خشتی از نقره، ملاتش مسک، خاکش زعفران، ریگش لؤلؤ و یاقوت. داخل این جنت غم نیست، پیری نیست، مریضی نیست، پریشانی نیست. جای چیه؟ جای استراحت هست. جای اینه که تو کسی که در دنیا فرمان الله را به جا کردی، روزه خستگی داره، شب زنده داری خستگی داره، روزه تشنگی داره، گرسنگی داره، نماز خستگی داره. در این دنیا از هوا و هوسی که در دنیا بود زیر پا کردی، از خوابی که می آمد در چشم تو کنار گذاشتی و به عبادت الله پرداختی. داخل این جنت برو و برای همیش لذت ببر. الله سبحانه و تعالی آیات زیادیه که وصف بهشت را، وصف جنت را برای ما بیان کرده. الله سبحانه و تعالی می فرمایه دروازه های جنت که باب الصبر هست، باب الریان هست، باب الصدقه هست، همه اینها
حالا در دنیا تو کسی که صابر بودی از باب الصبر داخل میشی، تو کسی که روزه رمضان را گرفتی از باب الریان داخل میشی، تو کسی که صدقه دادی تو از باب الصدقه داخل میشی. خوشا به حال کسانی که از دروازه های هشتگانه جنت همه صدا میکنن که بیا از این دروازه داخل بشو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه از جمله کسانی است که 8 دروازه صدا میکنه بیا این افتخار نصیب این دروازه بگردان و وارد جنت بشو. من و تو ای خواهر مسلمان، ای برادر مسلمان، وقتی که وصف جنت را بدانیم، وقتی لذت جنت را، نعمتهای جنت را ما بفهمیم و بدانیم، این دنیای فانی ما را فریب نمیده. این دنیایی که یک بازیچه نسبت به دنیای آخرت بیش نیست ما را بازی نمیده. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی درختان جنت را، درختان بهشت را میگه و ظل ممدود. آیا میدانی این درختانی که در جنت هست اگر در زیر سایه این حرکت بکنی چقدر بروید زیر سایه یک درخت را باز هم طی کرده نمیتوانید. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک راکب اسب سوار 100 سال روان بشه از زیر سایه یک درخت هم باز هم عبور کرده نمیتونه. الله اکبر، الله اکبر. این جنت دروازه هایش در این فصل رمضان، در این ماه رمضان باز شده. فتحت ابواب الجنه. بشتاب. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی میفرماید و فاکهة مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون. در جنت وقتی تو نشسته هستی، فاکهه، میوه هایی که در جنت هست، لازم نیست تو حرکت بکنی از درخت او را بگیری و مجردی که میل برای تو پیدا بشه خودش میآید طرف تو. آنچه میوهی که بخواهید، آن غذایی که طلب کنید، و لحم طیر مما یشتهون، آن قسم گوشتی که دوست داشته باشید. وقتی طیر گفته شده تنها هدف پرنده نیست، چون در جنت همه در حالت طیر، یعنی میتونن پرواز بکنن، همه در اون حالت قرار داره. یعنی اگر وقتی در اینجا گفته شد و لحم طیر، احساس نشه که فقط گوشت پرنده هست، چون همه اهل جنت حالت پرندگیر، حتی انسان ها هم میتونن پرواز داشته باشن. و لحم طیر، حتی اگر گوسفند تو بخوای گوشت گوشت گوسفند، همه اینها در حال طیر هست، پرنده هست و میتوانن پرواز بکنن. به اینه که تعبیر قرآن گفته شده و لحم طیر مما یشتهون. او چیزی که نفس تو اشتها داشته باشه برای تو میسر هست. در این ماه مبارک رمضان ساعت 10 روز نفس تو خوردن را اشتها میکنه، به خاطر الله نمیخوری. تشنه شدی، نفس تو آب میخواهه، به خاطر الله آب نمی نوشی. و به خاطر الله سبحانه و تعالی لذتهای حلال را کنار گذاشتی، به خاطر الله. و بعد از رمضان لذتهای حرام به تو میسر میشه، دست نمیزنی، پیش نمیری. الله سبحانه و تعالی به این جنت چنان حالت زندگی برای تو میسر میکنه که آنچه که نفس تو اشتها داره برای تو میسر میشه. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. جنت چند روزی نیست که پایان داشته باشه.
برای همیشه هست، ابدالابد هست. و تلك الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. پس بناهن این جنت، این بهشت جای کیست؟ جای تو مسلمانی که فرمان الله را درست و صحیح به جا کردید. از جمله نعمتهای بهشت، حالا این که بحث حوران جنت، حور مقصورات فی الخیام، بحث نعمتهای دیگری که در جنت هست، وقت و فرصت انقدر نیست. بزرگترین نعمت در جنت چیست؟ با لذتترین نعمت در جنت چیست؟ الله سبحانه و تعالی می فرمایه للذین احسنوا الحسنى و زیاده. در کنار همه نعمتها یک چیز دیگر هم هست. او چیست؟ دیدار پروردگار عالم، دیدار رب العالمین. الله اکبر. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. آن هنگامی که اهل جنت در جنت نشسته هستند، الله سبحانه و تعالی از اونها سوال میکنه آیا با آنچه که به شما وعده داده شده بود رسید؟ بله یا الله رسید، همه حق بود، آنچه که وعده شده بود به ما رسید. الله سبحانه و تعالی دیدار خود را برای اهل جنت نشان میده. چه لحظه زیباست! چه لحظه است! وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. دیدار پروردگار عالم. الله اکبر، الله اکبر. بزرگترین هدیه برای اهل جنت دیدار پروردگار هست. بهترین هدیه برای اهل جنت دیدار پروردگار هست. الله سبحانه و تعالی دیدار خود را در جنت نصیب همه ما بگردانه. پس جنت جایی است که الله سبحانه و تعالی او را دارالخلد گفته، الله سبحانه و تعالی دارالحیوان گفته، جای زندگی هست، مرگ دیگه به سراغتون نمی آیه. الله سبحانه و تعالی دارالسلامه گفته، دارالسلام جایی است که سلامتی هست، مریضی نیست، پیری نیست، غم نیست، اندوه نیست. تو انسان مؤمن در دنیا خیلی غم دیدی، خیلی رنج دیدی، خیلی مشکلات دیدی، صبر و استقامت کردید، اوامر الله را درست به جا کردید. حالا در جنت ابدالابد زندگی کن. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که ما در این ماهی که فتحت ابواب الجنه ما بیاییم خود را جز اهل جنت، اهل بهشت قرار بدیم، اوصاف جنتی ها را در زندگی خود پیاده کنیم. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده تا اینکه معنا و مفهوم قرآن را بفهمیم و بدانیم، از لابلای قرآن جنت را بفهمیم. جنت کجاست؟ جنت از آن متقین هست. اعدت للمتقین. رمضان هم آمده لعلکم تتقون، تا شما را متقی بگردانه. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که بیاییم درباره نعمتهای پروردگار عالم فکر بکنیم که الله چقدر به ما نعمت داده. هر قدر از جنت بگوییم هنوز هم کم گفته ایم. بی نظیر بودن جنت، درجات جنت، نهرهای جنت. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار. نهرهای از آب، از شیر، از عسل. سبحان الله. از چشمه های جنت بگوییم، از زنان اهل جنت بگوییم، از لباس و زیورالات اهل جنت بگوییم، از اجتماع اهل جنت بگوییم. همه اینها
از آن کسی است که متقی و پرهیزگار است. خدای تبارک و تعالی همه ما را جز اهل بهشت داشته باشد و بر ما توفیق بده که عمل را انجام بدیم که مورد پسند الله واقع بشه و الله سبحانه و تعالی همه ما را به فضل خود و کرم خود وارد جنت الفردوس بگرداند. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.